سالک لسر دارخستنا کنفرانسایک هلوستیا کردی لروژاوا درباس بو. کنفرانس 26 نیسان 2025 ده لقابش لهات الدارخستان. لی پیکانینا انجام نوی و خباتا کمیته گوهات دامسراندن پرگرام بریودی چه. جو کنفرانسی بلگه که سیاسی هبش درکت هوله. او وکی چارچوفه که گشتی جبو نرینا یک گرتی یا کردان جبو سبروجا سوریایی دی حسباندن. دی بلگه ده بانک هات کرن جبو چاره سریه که داد پرور جبو بزگریکا کرد دی نوا دولته که دموکراتیک ده. هر وها هات خوستن مکانیزمه که شوپاندن وردانین جبو پیکانینا انجامان بریا کمیته که سیاسی تایبت. پشتی کنفرانسی جبو شوپاندنا پیکانینا خالن لسر هاتیه لحفکرن کمیته که جنونرین هیزن بجدار هات آوا کرن. لگوری گلک دزگهین مدیایین کردی و عربی ین بکاروبارین کردی شوپینن ارکن کمیته ابون. چعبدیریا پیکانینا بندین بلگیا سیاسی نیزیگرنا نرینا پارتین کردی ده خبات ورکرنج بو آوا کرنا شانده که سیاسیا کرد آیا گردی وکرنا کانالین دیالوگی با آلیین دن این سوریایی را. در سال 2025 ده کمیته ریز جوین و کمبون دناورا پارتیین سیاسیین کردی ده لدار خست. تولی نقاشن لسر مکانیزمین هفکاریه بو. وکی دن آلیین تولی کنفرانسی بون هر تنبال کشان لسر گرنگیا پاراسنا رحی تکشنا سیاسی. لی بله وکی گوته خویا کرن پیش و چون تند آستا سازی بونه دما. چارچوبه که سیاسیه یک گردی و دائمی نهات راکاندن. کمیته هی نکاریه به ارک خوی سرکه یه دانستاندنه به حکومت دمکیه سوریه را بردوام بگه. لی بله تشتی گود ساله که ده هات بدست خستن گاوه که بینگهینه بر با آوا کرنا بینگه که هفبار و. جبرگو بردوامی جوینان بخوا خاله که ارینی دی تکلین سیاسیین کردی دی نوا سوریه ده. دیدمین پیش ده هن پرپرسیارین سیاسیین گرینگ دیدر کوین پیش. دی ناو ده هلبجارتن انونرین هریمی دی پرلمنتویا سوریایی ده. هر وها پیواجویا نفساندنا دستورک دائمی جبو والیت. هر وها گوتو بیشن لسر چاوانیا بجه کرنا برنامه این داوی یین تکلداری پزگریکا کرد دی وی دستوری ده.